هونگ داریا رادیو ریتزش موسکوی دکن. سلاف و دمو بخیر بگذارین هجا. رادیو ریتزه اندکارن ببین تو را اینترنت وی ناونی شانه. مال پر ریتزه نقطه کم. ایرو شمی یک سواتیه و داریا دنگو باسین گرینگ یه هفته بکن. ریخستنا تندرستی یا جیانی سرلدان کرونا ویروس وکی خطره گردونه اعلان کریه. اف جوینه که چپامنی دا ژنیوی پشتی جوین آورده یا ریخستنا تندرستی یا جیانی هات راگیاندن. وکی که ادامین کمیته دست نشان کردن یکمین دوزی و گواستنا ویروسی یا مروان و خانی هات پشتاس کردن هرچند 8 بیارن آلمانیا، ژاپنیا، ویتنام و دولت یک بویجی هنه. گوری ریخستن مترسیه که یک ویروس الوالات کو پرگول تندرستی قلسنه بلها ببن. ویروس کرونا البیسی والاتن بلها بیا. و گوری داوید آماری نباشین ریخستنا تندرستی جهانی و پیوانگه اجتماعی یا تندرستی چینی حتی نادست 13 کسانش بر ویروسی جانی خوش دست دانه و 9692 کسی سرانسری جانی توشی ویروس کرونایی بونه. 1500 زیادتر کسی توش بوی جیانوان مترسیه دایه 124 کس که توشی ویروسی ببون هاتن جار سرکرن و جه خلاص بونه. پشتی رو دانا ویروس کرونا چینی و بلابونوی به شکل ولایت اروپایی و فینلند یکم حالات توش بونه و ویروسی هات تومار کرن. باشید فیلیپین و هندستانی جی یکم بیار هاتن تومار کرن. هنگ کنگی خلق هفدتن گتن اوری خواب ماسکن خواب پایزل ویروس کرونای که نرخ هر یک جوان ماسکن $7 لیبلیش برد خزا زده هند ورین چینی نرخ یک ماسکه بلند بیا بو $65. ریخستنا تندرستی یا جیانی است بیشه بلابون کرونای بیاره که یک جار هستیار و مترسی داره. دکتر مایل کرایان برپرستی جیبجی کردن برنامه هوار چون تندرستی جیانی بیشه. دوی همو جان آمده به بیویست همو جان آمده ای روبروبونه به که جی رودان ویروسی هاته به آنجی جی کردن. فیلیپین و هندستان داوین ولاتن که حالت توشبون کرونای لی هات نتومار کرن. هر و ویروس کرونای گیشتی رجلات ناوین و امارات 4 کس هات نتومار کرن. وزارت تندرستی یا وی ولاتی جد بشه رفش تندرستی وان کسان باشه. دونالد ترامپ سروک امریکا بشه افش نزدیک والگل چین تمانهنگی دانه بو کنترل کنه کرونای. چین نزدیکی $4 میلیارد بو برانگاربونا کرونای ترخان کرنه که هشیاری داده دبیر تنی دستپیکو بلابونا کرونای به. داوی آبار توشبونا ویروس کرونا چینای وایه. چیلی 7711، تایلاند 14، ژاپن 11 که از هنگ کنگ 8، تایوان 8، کره باشور 5، آمریکای 5، سنگاپور 10، ویتنام 2، فرانسه 5، استرالیا 7، مالزی 7، نپال 1، کانادا 3، شریلانکا 1، ماکاوی 7، کامبوجی 1، آلمانی 1، امارات 4، فینلاند 1، فیلیپین 1 و هندستان 1 حالت توشبونا ویروس کرونا هات نتومار کرن. نشانه ویروس کرونا جی اون سریشی هناستنگی لرزین که هر دم ویشوایی ساده نینه. ویروس کرونا یکم جار سال 1965 هات دیدن. سال 2002 چینای بلا و ادمرواندا بلا و دور 25 ولاتان و 8000 کس توشی ویروسی بون و زیادتر 800 کس مرن. هفدم وزارت تندرستی حریم کردستان جیراتگینه تو نشانه که نخوشی حریم کردستان و عراق ویروسی نه هاتی تومار کرن. هر وقت داخلی وزارت تندرستی حریم کردستان هاتی راگیاندن ام دخواز شوالاتیان دکن پشت خواب نو چین خوا گریب دن که وزارت تندرستی ریخستنا تندرستی جیانی جیگاف صحت تومار کنه نخوشی ویروس کرونای بلاف دکه. برترس نخوشی کرونا ویروس سرکشتیا کوستاسمیرالدا دستور ندان 6000 مروف جگمیل بندورا چیویتاویک یا ایتالی درکبن. گوری چپامنیا ایتالی آنسا میر او جنک یا هنگ کنگل نخوشخانه کشتیا ریویتی دا دین گوراندن. نشانی گریپیل تنی جنی دا هنلی میر جیش بر سدمین اولایی هاتیه ایزوله کرن. جبو قدغه کرنا کرونا ویروس بجیش کل بندو انجام نمونه نکوش بو نخوشخانه اسپالانزن رومای هات شاندن. برسیف دوی دو چند روزان دیار بیا جن اون میره که هنگ کنگ 25 چلی دا گیشتن بالا فرگه مالپنسا یا میلان وجبو سوانا ریوا دا چون سر گمی کشتی 705 یک ولاتین چینی هنه. گمی کوستاسمیرال دا بری که بگیجه بندرا چیویتاویک المارسیلی بارسلونا و پالما دی مالورکای روستیا بو.
شو اینیا بوری 24 چلی 2020 خارپتا باکوری کردستان ارتش که پیله 68 چه بکو باندور خوب تایبت باجار مالاتی همو باجار دنین باکوری کردستانی کرد ارتش نوچه خوخی یا خارپتی و بشک نوچه مالاتی بو سدما زیان مزن ین جانی و مادی امورن هری داوین ارتش اشکره بون و خبات نزگار کنن قربانین ارتحاج شبن خانین حرفی 27 می بریواری بداوی بون هروا پشتی ارتحاج مزن حتی 1300 ارتحاجن پیلین هزا بچوک و ناوین چی بونه که هنجی هجین ارد زمین بردوان دکه و خلق در و ناف کنان دادمینن گوری اماران حتی نا 41 کسان ارتحاجی در جان دایه 45 کس بساقیش بن قاولان هاتن رزگار کرن و بتوایی بقاسی 2000 کس بایی سوکی بریندار بونه هات اشکره کردن کل خارپیت و ملتی 87 آوایی روخیانه و 1287 آوایی جی زرار دیدنه و 12 آوایی جی بلاس و بین روشاندن با ارتحاج خارپیت هریمک برفته حجا و جبلی خارپیت و ملتی چند باجاریندن جی آوایی لرزین گلوی یکی گلا دیار بکری یا که خودی دیروک 5000 سالانه حجا و گورین گلی هلوشان اندزیارین آوای سازی دبیجنش بر به خودیتی گلا دیاربکری تلوشه و بانگالی خودی در کتنه دکن زیانا ارتحاج خارپیت باکوری کردستانی هر زیده گندوارین دابر ملاتی و خارپیت دا چی بیه دهان کس جان خوش دستان نروساب سدان آجلین گندیان جی تلف بون ده انجام ارتحاج پیز دا گندگی بسر خارپیت ویران بیه ارتحاج باکوری کردستان گنده چوریم تاشی که 6 کیلومترش بجاری خارپیتی دوره و ارتحاج هر زیده سرار دایه وی گندی جش 6 خانی این گند 40 خانی الوشیانه و خانی کمبانجی ایدی نابه بینب کارانین تیم جاندرمال گند هولا رزگار کردن خلقی و آجالین گندیان و درخستن آوان جبن قابلان دادن سرکاتیاری به برای کارست و رفشین بلس راگیاند پشتی ارتحاج پیزا 68 بیله یا خارپیت باکوری کردستانی که ناوند آوی باجروکی سیوری چه بو 1056 کسان سردانان خشخانای کریه 41 کسان جان خوش دست دانه و وکه 5 کس جیب ساقی ناو آواید الوشیای حتنه درخستن الگور دخینیا سرکاتیاری به برای کارست و رفشین بلس شالی سرکاتیاری سازی و 9545 چادر بو حریم حتنه شاندن هر و پیدوین دن ین جان جی گیشتی مقدورین ارتحاجه هر الگوری زانیارین کرویا وی ارتحاج 10 کیلومتر جیر اردی بویه و هر و پشتی وی ارتحاج دنجی همان نوچه به 54 پلایه ریختیره رودا نوند وی ارتحاج نوچه سیوریچه بویه سر خارپیت و که 31 کیلومتر که باشوری وی باجاری باکوری کردستانه هر و ارتحاج باندور سر باجارین آمد مردین ملتی چولیک سیرت مراش و علیه و هر و باجارین ترکیه سامسون چوروم ترابزون اردو گیرسون و حتی شکر جبلی باجارین باکور و ترکیه باجارین سینوری ین باشور و روجوای کردستان جی هست به ارتحاجی هات کرن باجاری شرناخی 15 نوچه و که هریمین سربازی هات دراگیاندن جای گاباری جی آتش ترکی اپراسیونک دا دست بکرن گور دخینیا پرزگاه شرناخ الوی باجاری باکوری کردستانی 15 نوچه و که هریمین اولکاری تایبت هاتن دستشان کرن هروال گور وی دخینیا نوچه که هریمین جای جودی گابار کاتو وروا زوزان فراشین جی ناو دانه سیویکی چله حتی روز 14 سباتی هاتن قدغه کرن و نابه هم ولاتی در بازی وان نوچه ببن آلی دن آتش ترکیه جای گاباری دجی گریلاین پیکی که بناوی کپان 5 دست اپراسیون که نوکر گور دخینی وزارت نوخواه ترکیه اجمار که جردوان جید نو دا بگیشتی 718 کس دوی اپراسیون دا بش دارن البلژیکای بریار دادگاه سال 2019 دا پکیکی دیوه که رخصتنه که تروریست نی نرخاندن هات اری کرن جالیدن و وزارت در و یا ترکیه دجی بریاری درکت اوراکیان که بریار دادگاه بلژیکای دیواته بن پکرنا حقوقی دوزگری فدرال سال 2010 دا درباری 36 کس و سازیان دا بیدیو که علاقیا وان پکیکی و هی لی پرسین دا دست بکرن لی رایدرین دوزگری فدرال یا بلژیک اشکره کرن دادگاه بلند یا بلژیکای بریار اوده ایدیانامه بلژیکای قبول کردیه که او دوست نچه دارازی پاریزرین دولت ترکیه بریار دادگاه ببون دادگاه جدایی دادگاه بلند دانش یکم 14 چله 2020 پیک آنی بو والی ترکیه بو پاراستری دم خواسته بود
دادگاه جدایی 28 چلی دانشین دا بریار دادگاه استناف یا 2019 که گوته بو PKK دیوک ارخصنه که تروریست ناینر خواندن و دوی چرچوهای دا دوست نچه درازی اری کرد. پاریزر آلیا PKK جان فرمون رجمی دیانیزی که PKK را آخوی و بیر خست که بریار را پیشتر دا هاته بو اری کرن که PKK نرخصنه که تروریسته و اف پرچه که شهری ناخوا. جان فرموند بیشه از فکرم که بریاره که گرنگ به لسر PKK نرخاندنه که گرنگ هبو دوی باوری دا به که بی بریار سوده که بده مجرات جرسالیا سیاسی یا پرسکات چرچوهای اروپایی دا بریاره نه تروریست بونا PKK یادد که دواری اروپایی دریا کنو هده که ریل بروی وکر که اروپا دا مجرات جرسالیا سیاسی دا جدیه دا نشان دان. وزارت درباره ترکیه دژی بریار دادگاه بلندیا بلژیکای در کت و راگیان اف بریار اشکری به پیکرنا حقوقیه. داخلی وزارت درباره ترکیه واده گفتن اف بریار به اشکری به پیکرنا حقوقیه بلژیکا د بجارا سردستیا حقوقی ده هفته ده در سبت ترکیه لیب سدمن ایدئولوژیک رخصتنه که تروری و بریاری و باقش نشان داده که افجی گناهکاریه. داخلی ده هر واحد گفتن اف بریار بلژیکای دژی حقوق یکتی اروپای بریاری کنسیه اولین توان یک بوی و قانونا نو نتواییه. هر وزیر درباره ترکیه مولود چاوشوغلوژی سر حساب خواهد تویتری را گیاند که اف بریار ایدئولوژیک و سیاسیه بریاریم وی آوایی دریل بل شهروانی دژی رخصتنه ناگره. میخائیل باگدانوف نویر سروک روسیه با کاروبار رشلات ناوین و جگری وزیر درباره روسیه سردرنه که دروژی قصد اولیری کرد. حادثانین باگدانوف پرسا بجارتنا سرک وزیر عراقی پرسا سوری و پیوندین هریم کردستانی و روسیه شالی آبوری و اینوستیسیل گل برپرس نریم گوتو بیش کرد. میخائیل باگدانوف شالی سفین دزایی برپرس پیوندین درباره هریم کردستانی اجماره که برپرس حکمت هات پیشوازی کردن. سروک هریم کردستانی جیران برزانیل گل میخائیل باگدانوف و شاندک دیپلماتکار و برپرس کمپانی گازپروم را جویا. روش عراقی تکذیر سرگرینگی هفلدانش بو آرام کردن آلوزین نوچه و هبونا هزی نودلتی و پرسگری که نبرا هفلیر و بغدای دا مهمون هنگی پیشمرگی ارتش عراقی نوچه کردستانی ین در و هریم کردستانی کرد و پاشرو جوان چرچوای سوری دا و رولا روس سلوی ولاتی هروا بردوامیا مدرسین تروری و جوانیا روبروبونا و پروسس آشتی لجنات داوین و داوی پیشتاین کشه فلسطین و اسرائیل پشک دنین جوینا هر دو آلیان بو. سرک وزیر هریم کردستان مسرور بارزانیل پیرمام گل نونری سروکی روسی و جگری وزیر درباره روسی میخائیل باگدانوف و شاندا پیرا جویا. جوین دا پیوندین هریم کردستانی و روسیه پرستین گریدای نوچه و عراقی هاتن گوتو بیش کرن. سروک بارزانیل گل نونری تایبت سروک روسیه کاروبار رجلات ناوین و آفریقا و شاندا پیرا جویا. د جوین دا نونری تایبت سروک روسیه کاروبار رجلات ناوین و آفریقا سلاوین سروک پوتین و وزیر درباره روسیه سروک بارزانی گیاند. اوجبلی تکس کردن سر پیوندیان دیروکی یا گلی روسیه گلی کردستانی و رولا مالبرتا بارزانی یا وان پیوندیان دا سروک بارزانی جوکی دوستک وزن یه گلی روسیه وسیف کرد. جوین دا سروک بارزانی سپاسی سروک پوتین و وزیر درباره روسیه کرد و سپاسی هلوست حکمت و کمپانین روسیه کرد کل روژن دشوار و تنگ دا پرنبر هریم کردستان هلوستین ارینی و بلند نشاندان. سروک بارزانی بالکشان سرپیوندی و دوستانیا کم یادنبرا هر دو گلین کردستان و روسیه دا و پیویج زانی وان پیوندیون کورتر و برفتر بکن. رفش سیاسی و پیشتاین داوی نافچه و گف و حضرت تندی و ترور و مترسین پیزبون و تروریستین دایش مجرق دنیی و جوینه بون. جگدارین دش برای سوری دم دروژان دا بهتر 1000 مالبتش ایدلیب و حلب باجار افرینی بجی کرن. رخصتنا مافی مرومن افرینی بلاف کری کل گل تنبونا آستا شل بکور رجوای سوری و گرتنا سینورش آلی ترکی و هجمارا کچپران جگندوارین ایدلیب و حلب بو افرینی جیزه دهد به. گور وی رخصتنین تحرد روژن بوری دا جگدارین دش برای سوری بهتر 306 مالبت باجاروگی ایدلیب بجی کرنر و بهتر 400 مالبت شران و نزیکی 208 مالبت ماباتا بجی کرنه. و وی رخصتنی بلاف کری که مبس بجی کرنه وان مالبتان افرینی گویرتنا دموگرافیا دوریه و اف گاوا ترکی و چکدارین دش برای سوری گفیل سر هبونا کارل وی نوچه چه دکه.
هفسروک کنسیاری و بریا کچکی بسی هزات راگیان کنال ترکیه کردان ماف آزادیات بجارتن نینن و درستی دا افش مافی هم ولاتی هاتن درخستن. هفسروک کنسیاری و بریا کچکی بسی هزات نجمی دیونیزیکی پکی کیر آخوی اوی آنیزمان که ای سال همش بوگل کرد همش بوگل هریم سالکی کلکی گرینگه و گوت شهر جیانی یه سیامی که نوندو بیل کردستانیه جبوگل کرد و گلان بیواجوی که دیار کرنا جرانوسیه در باری کارش بزبانی کردیدتی نکرن هزات واخوی اف کار گلکی هجا او بات دارد. هیوی دکم که وی کاری خواه بدومینن اسیمیلاسیونه که مزن سزمان و چاندا کرد هیه کردستانی 3 سالن قرقرنه که چاندی یا مزن هیه قرقرنا بنگین یا کردستانی قرقرنا چاندیه یا که 3 سالن کردستانی تکرن اوه جبر بیا که کارین کش بزمان و چاندی تکرن گلکی هیجانه دوی مروت آستا سفربری دا وی کاری بکن و گلیمه دوی هر جی بزمانی دایی که بخواه هینی زاروکین خواه بکه گوتا نفسرو که کنسیر و بر یا که چکش بوی ردای کردان جوار استاندن مافی وان ین هل بجارتنش شولی هات را کرن در باری او یکی دایفت بجین های ترکیه کردان ماف آزادیات بجارتنان نینن درستی دوش مافی هم ولاتی هات ندر خستن تکس بحثا وی مجاری ناکلی راستی اوه کرد شوالات بونا ترکیه هات ندر خستن یک جمر جنسدکی یا هم ولات بونی مافی هل بجارتنیه اف مافی وان جی هات نستاندن کسین هات ند بجارتن دینگرتن و جزا کرن جنگ کرد یا رجلات کردستان الفرانسه جبر چالاکی خواهین چاند هنری هجای خلات شوالی بو وینگر کرد یا بناوی آناهیدا قبایان که خلق کرمانشاهی رجلات کردستان الفرانسه خلات شوالی ورگرد قنبانیان دویامین هموالاتیا کردی باجاری کرمانشاهی که خلات پیده بخشاندن فرانسه جبر چالاکی خبات وی دواری چاند هنر و وجهی دا خلات شوالی به وی جنا کرد بخشاند جنا کرد آناهیدا قبایان ربابرا گالری ریا هوریش بک که 18 سال اف گالری دا مزران دیه و دواری چاند و هنری دا چالاکیان بکتینه خلط جیانی یا شوالی پیشتر پنرمند بناو و دنگین کرد شرم نظری هات بوداین و آنایی دا قبایان دویامین هم والاتی کرد که اف خلط بیده بخشاندن دنگ و بحثین جیانی پنتاگون را گیاند 8 چلی داد برگیریشا سربنگین لشکری امریکی عراقش هلا ایرانی و 5 لشکری امریکی بریندار بود. گوری سازی لشکری امریکی 5 لشکری امریکی برینن تروماتیکین مجیستاندن پنتاگون هر واراتگینه دقوم که هجمار بریندارین سربازین امریکی زده ببه. از خواستم بینم بیراوه که سفتیا بوری سازی لشکری امریکی دگوت 34 لشکری امریکی دیریشا مشک 8 چلی دا بریندار بود. برینها سروکی امریکا گوتو بکو تک از بریندار نبو. جبریریشا ایران پشتی که رایدر که پای بلند یا ایرانی کشتن ایران گیریشی برای گین لشکری ین امریکی کرد. سروکی امریکای دونالد ترامپ پلان آشتیا رجلات ناوین پیشکش کرد. لگوری کی جانش اسرائیل به پایتخت یروشلامی. لیبلی سروکی دولت یک بوی رجلات یروشلامی وکی پایتخت دولت فلسطین دهسبینه. ترامپ دیار کرد که بنیرینوی اف پلانش بو برجواندی هر دو آلیانه. اف بریاره که رستقینه کل سربنگه دامزراندن دو دولت آنکو دی مدرسی ولی اسرائیل شیلا دولت فلسطینی رد بگه. پرزنتاسیا بشنومه ترامپ قصر سپی سرک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو را پیکات. سروکی دولت یک بوی یا امریکی بشه که پلانوی به شانس پاشینش با فلسطینیان گوری پلان ترامپ به فلسطین دفشتند توی بدن و پشگریا مال بدیش وان کسین کل اسرائیلین را سختکاری دکن راوستینن. سرکمری امریکا اروا سوز دکو اینوستیسیون 5 میلیارد دلار دولت فلسطینی خرج کرد. گوری ترامپ 1 میلیون کار آبه. پلانش بوچر سرکردن ناکوکیا رجلات نامی شلا زوای دونالد ترامپ و شورمندوی جرد کشتر و هات پیش خستن. شلا خواه سرک وزیر اسرائیل گفت که بنی نقشه دا یوریسدیکسیون اسرائیلی دی دریجی بشک جمعی اردونی پارسگاه اردونی و سرنشتجین جوین ساماری و یودایل خواه بگره. فلسطینیان برینا پلان ترامپ رد کرن. ریبری افتادمی فلسطینی محمود عباس پشتی را گیاندن پلان ترامپ جوینک آورتل دارخست. ریبرین دولت عربان جی دی روز شامی پلان سروکی دولت یک بوی گوتو بیش بکن.
سیناتورین دموکرات نقشه شیل سروک دولت یک بوی دونالد ترامپ و جبوچر سرکردن شهر اسرائیل فلسطین پروتستو دکن. اف نامه کش 12 دموکراتان و هاتی امضا کردن سرکتی آمریکایی را هات شاندن. نواوند برنی ساندرز و الیزابت وارهن که ماراتون سرکتی دمشینن. سیناتوران آماده دکن که پلان دونالد ترامپ یک عالیه و پشتوانی فلسطینی سود و ناکرن. گوریوان راستی نقشه ترامپ کاره دهاتی جلسه آشتیان یا پفچون الوشینه. دموکرات بیشتر که پیمان است سالت کاره حکم داره اسرائیلی یا سر گور اردنی و نوچه جون رجوایی یوردانی بلا بکه. دشبرین ترامپ بیشتر پیشواچون وادی حقوق نان توی بن پیپکن و ببن سدم و ریاکسیونک نینیش عالی حوال بدن آمریکی. رهبر خاصری فلسطینی محمود عباس پلان ترامپ بوده رسرکن ناکوکیا رجلات ناوین گوت کمپلو. سرکتی دسته فلسطینی دانشجویان تلویزیونی داخلینیک دا یروشلایم نش بفروتانیه. کمپلوگری و ناخبته. امی دستوری ندن که هون شما فن دیروکیین فلسطینیان بپار بکن. پشگری دادن دولت فلسطینی که پایتخت و یروشلایم محمود عباس گود. عباس بانک فلسطینیان کر دژی نقشه ترامپ ببین یک. رهبر فلسطینی محمود عباس داخیاند. پیمان 3 سالی رد کن. ایوارو گفت که آمده که اسرائیل را دانستان رجلات ناوین یانو که در روسیه آمریکا یکتی نشتیمانی و یکتی اروپی دانستان دنه بکه. امتحان دولت یک بوی دیوکی نابینکار رجلات نودا قبول نکن محمود عباس گفت. وی گفت که جرا سرکنا پیوچون رجلات ناوین تنی ریه که دامزراندن دولت فلسطینی نو سینورین 1967 دا. رجب طیب اردوغان سرکومری ترکیه مراسمی کل انقره پلان درباره دونالد ترامپ سرکی آمریکا یا درباره رجلات ناوین دکا وکه پیمان 100 سالی تیب ناف کرن آخوی او جاره کدن اردوغان گود جیرت بیشن پیمان 100 سالی پیمان چه افروژیه که داگر کردنیه قدس نیا فروتانیه تو کس بلا نکه ناف بیعده بیا ام هنک تشتان بدن و هون وی داری بومه بهیلن سرکومری ترکیه و یروشلایم قدس وکه خط سرب ناف کرش کرده که جوینا انجمانا نشتیمانی دوان اف مجار گوتو بیش کردن اوراگیان و اف روز سیویه که چله گوتاره که پرفره سروی پلان ترامپ پیشکش بکه. پارلمانت اروپای پیمان بریکسیت پرانیار دنگان پژراند. 621 پارلمانتار دنگ خدان بلگیت سر درکتنا بریتانیش یکتی اروپی چل نه دیجی و سی بی دنگمان. نابرگه دویشیل کنسی یکتی اروپای واره پژراندن هر چند افجی پروسیدورک فرمیه. انجمن یکتی اروپی سی چلی دا پیمان بریکسیت امضا کرد. افتی و وقتی کد سیویه که چلی دا بریتانیش یکتی اروپای درکه. آژانس رویتر سرمید حکومت سوری یا نوند جبدیری آگادار ده که حکومت سوری 25 چلی و کنترل 6 باجدارین پارزگاه ایدلیب گرتر دست خواه. رویتر سراغیاد که پاریکاری بالافرگی لشکری یا روسی هیزین حکومت سوری باجاروک استراتژیک مرات النومان دور بیچ کرن. باجاروک 33 کیلومتر دوری ایدلیب سریا دمشق حلبیه. گوری رکفتن آگر بس یا 12 چلی نابر ترکیه و روسیه دا دوی حکومت سوری کاروبار لشکری ایدلیب راوستان دا. انقره پشت خود ده هیزین سرهدر پارزگاه ایدلیب هزار داوی سرلداین سوریه و کومین لشکری ین رادیکال سوریه. سرکوبری ترکیه رجب طیب اردوغان گریدای بویار ایدلیبی رو دادن دیار کرد که پروسک بنوی آستانا نمایه. اردوغان پشتی وگره خواهش سنگالی بالافرد دا برسی و روزنامه‌ان سر بویارین روژاویدان. سر پروسه آستانا اردوغان گفت که ترکیه ام عالیه که به باندورن ام روزکل راست روزکل چپ نینن پروسه نوی آستانا نمایش بو که جاره که دن ام پروسه زندی بکن دوی ام بنهیرین و که ترکیه روسیه ایران ام دکارن چه بکن. اردوغان گفت اگر روسیه باوری بده دکاره سر بکوه. گل سر کفتن سوچی و آستانا روسیه گریدای سوزی خواب ام دی بدوام بکن. لی روز ایرو روسیه باوری نده و نه گریدای سوزی خواه. یان دید به واژه سوری دا ریک جدا بگره بر یان جی ترکیه دی یک جدا بگره بر. هات راگیاندن که افغانستانی بالافر که ریویان که 83 کسته دا بون کتیه خار که هین درباره مری و بریدارن دا داخینیک نهارتیه داین. گور زنیاریم بالافر بتیپ بوینگ نوچه دیاک یا حریم گازنی دم حریمی ساعتا یکی پاشیدی رو کت و خار. هات راگیاندن که بالافر که 83 ریویده دا بون حریمت بون کنترول طالبانی دا کتیه خار.
رخصت طالبانی افغانستانی درباره بالافرک و 27 چله توی 83 ریون کتبو داخلی دا اوراگیان قوان بالافرا پرسودان لشکری امریکی تیدا بون خستی خورد. دست بکید نو چین کتنا بالافر دا هاتو بود دیار کرن که بالافر که ریویان افغانستانی کتیه و تنک نو چین دا جوک بالافر که لشکری هاتو بو راگیان دن. هری داوی رویترس راگیان که طالبانی درباره کتنا بالافر دا داخلی دای اوگوتیه وان هریم غازنی موشک آن بالافرا کارمند لشکری امریکی تیدا بون خستی او دای ارده. طالبان هروا ایدیا که بالافر دا پای بلندن لشکری امریکی جید ناف دا تا کسی که ناف بالافر خلاص نبویه. گذارین دلال ابو وشنا دنگو بس نفتی که شهر چهار پرچین کردستانی و کرد دیاسپورا روا نوچین نونتوی جوره کردن دی سال سروی ناو نشانی روژا شمی امی راستی هبین اما دکار او رو دنگو بس نو یا رادیوی رتزه بیلاس ترکیه حتی نیوشنانو بمینوت نو خیر و خوشیه دا